یک کیلوی دیگه هم پرتو خدا تو رو عمر خوش کامیاب جور او میتونی نمی یاران رفیقان اندیوالان خیر بینی پرتو 1000 پیسه خودتان خدا جنت تشریف کنه 1 2 3 4 اینی 4000 هم دیگه است خدا پاک تو را از دیگه طرف بیتا او خدا پاک رحم او مهربانی خب مقصد اشکات چرا آمد نکو گوی و خفا خود میشه این نواسه کایت است؟ دقیقه نواسه ما است پدر زنده است 9 ساله که بود و یتیم است او یتیم است؟ او پدرش هم به خدا از کلش مردم به سرش خفه است اول بسیار مردم خود چه کنو چاره خدا این نیست پدرش چی شده؟ او پدرش خب بس مرد حکش پوجا شده بود خدا مغفرتش کنه و این سیر از خودت است؟ از خدا است خود معنا نمیشه که میخرم و میفروشم روز چند کار میکنی؟ یه استاد که بگویم که کاری بسیار چیزی که این ارزان شده میره توان میکنه مفید نمیکنه که چیزی پیش خو خیر خدا نگهدار است خدا مهربان است اعتبار انشالله به خدای خود دارم خفه خود نمیشه یک اعتبار که کسی داشته باشه روزش کم نمیشه راست میگی و روز چند کار میکنی؟ یه کارش معلوم نیست که بگویم نه مثلا خدا نمیره که بیاده کنم 8 کیلو 80 روپیه 80 روپیه؟ آفرین روز 80 روپیه کار میکنی؟ 80 روپیه میشه خب بس خدا مهربان شده بگویم اینجا به گپ هستن خب نه یعنی منظور میاد که یار باز چی میکنین یار؟ ای پس ایره چی میکنی؟ ایره خشک میکنم به آفتاب میندازو که خشک شود خب بس که خشک شد بیاد ایره میبرود میفروشو در بازار میگردن میشنیشه اگر کسی بخرید گفته 3-4 سیر میشه 5 سیر خب این حالا او نام خدا کاری ما اینطور گپ است که 6 دختر است چرا بچه نبود 6 دختر بود کلش نام خدا 6 شستوک است خفه خو نمیشه در یتیمان دارم یک خودم بچه که مرد یتیم بچه او زنش در خانه دارم او خودم که بگویم کاروبارم ضعیفتر است خو خدا کلان مهربان است الهی آمین خب گفتی روز 80 روپیه کار میکنی دیگه و کیلوی 80 روپیه خب بیا امروز ما از پیشت 1 کیلو را میخرم برو خانه چی گفتی؟ دستی طول میکنم دستی ساعت طول کو خیر و خوش و کامیاب خیر می طول کو برم زود باشه و این بچه تفلکا خانم نمیخوره اینجا میباشه؟ نو کاکا خفه خو نمیشه خونه که میخورم با ما میایه مینه محبت یک عجیبه چیز است خفه خو نمیشه او در خانه خدا نخواسته بخشش باشه گپای در دل ما بسیار است گفته معنی نمیشه که ساتیریش نیست غمگینی یک ذره بسیار است تاریکی بسیار است خفه کشیدن گپ بسیار است از او خاطر میه؟ از این خاطر بیرون میبره بس که من بیایم خب بگی برام طول کنین ما مهمان ما شما بسیار خدمت میکنیم گپ از مهمان را خوش میساز و آفرین داشته باشه و مثال به تو آفرین کسی بگوید به ما آفرین شد بس کارای خدا دو رکعت نماز به خاطر نمیخواندم که به ما خدا آورد از زن وارد پیدا شد او خدا پاک ما را گفت که تو طول کو بسیار میبخشید که وقت شما رو نبرید سشت نشه نه سشت این یارا میفروشی؟ اوی را که خوش شما باید بخیر میفروشی حال نمیفروشی؟ اگر زن شده که به خاطر دلم چی کنو اگر خب ما میخوایم کمیال بخرم از تیره من میگم در چشمان خب خیلی پرتو برام مجرد که با 1 کیلو 1 کیلو شد؟ بس خیر بینی اینه یعنی در یک روز اینه من قمه فروختی؟ که برام 1 کیلوی دیگه هم بده یا خدا تو را جور و خوش و کامیاب بسازه این 1024 1 کیلوی دیگه هم پرتو برام 1 کیلوی دیگه هم
خدای من مهربان است خفه خود میشی نه 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 او سبایی عقیده خدا کلش ما و شما برابر باشیم آمین که بسیار او چاره ساز است خدا که چاره ساز کارای که است از خدا پاک است بس استاد از نمیره که میده شوا خوبتر میشه که دی باس برف و باران خدا راست میگه 1 کیلو دیگه هم پرت برام خب آفرین ماشاءالله ماشاءالله دیشب یاد دست چی خوردی کوکو؟ شبا دیشب چی خوردی یاد دست؟ دیشب خدا از راسته رنگ پانی خفه خود میشی نه نخوردی چیزی؟ بگویم چه پیاز و سبزی و کچهر گټ پخته کرده بود و بس حال گپا رنگ تیز میشه خیر است خدا خیلی به 1 کیلو دیگه هم بده برام خدا تو رو خوش و جور و کامیاب بسازه والا کسی خریده بود ازت؟ که ما یکی که در دلم خود میگم خدا کتیت خوبی کنه خیلی یک 1020 سایشتا 1 کیلو دیگه هم پرته خواه؟ خدا تو رو در جنت ببره کتی یاران دوستان انجوالان اشنایان کلش خیلی بینی خدا تو رو هم در جنت ببره امین یا رب العالمین آفرین کلش از خود مرد سیسته پس زور دقیقه شو استاد یک ذره خاک بخش خیره از ایران آمده خفه کنید نه 1 کیلو دیگه هم پرته خدا تو رو عمر خوش کامیاب جور او میتونی نمی یاران رفیقان اندیوالان خیر بینی پرته کلش از خودم است امیر کلش پرته برام این تیم است به خاطر ما یک ذره خوش شد این که پسماندهش 1 کیلو دیگه هم میشه؟ نه خدا برکتی کار است پرت مهربانی خدا است که خدا خریدار آورده و بخیر و خوشی ایرا بخیر میتور بخوره با خوشی و جوری کامیابی بس چه بگوش برسه سه شد بر سه شد ما سیرای کاکام خلاص شد ما هم چه قصیر دارم 2 تا 4 تا 6 تا 8 تا 10 تا 10 کیلو 10 ضرب 80 چند میشه؟ خیر باشه با خوشی بخوری 10 ضرب 80 چند میشه؟ خوشی سه بکنی نمی یک ذره قیمت است این خشک داره خدا خیر است اصلا که حساب میکنی با پای خدا خفر خیر وقتی که کم خوب است 100 روپیه حساب میکنیم 10 100 روپیه چند میشه 1000 1000 خدا تو مهربان است و کلام هستی او به خدای کفا خوبی خوش باشی کامیاب باشی هر جایی که هستی ماسکای تا بمیزی تا اگر پیش ما میتون گپ نیست بگو 1000 پیسه خودتان خدا جنت تسلیت کنه 1 2 3 4 اینی 4000 هم دیگه است خدا پاک تو را از دیگه طرف بیتا خدا پاک رحم و مهربانی خب اکثر اشکات چرا آمد نکو وای خفه خود میشی بیا در بغلم خوش کامیاب زور باشه خوش باشی این کارهای خدایی است به خدا که گفتم 36 بود 6 احتمال است او 36 اگر منطقه را پرسان کنی میگه یک ویدیو بعد جور میشه خیر ببینی خوش باشه خوش باشه باشی یارم میبرم خب کامیاب باشه میبرم یارم بخوره با خوشی بخوره زنده باشی نه خالم